این عنوان کمپین است که از سوی برخی جوانان افغان آغاز شده است. این کمپین در برابر کسان آغاز شده که با موترهای شیشه سیاه گشت و گذار می‌کنند و در این حال نمی‌خواهند موترهایشان از سوی نیروهای پلیس مورد بازرسی قرار گیرند. خب اول دمی 2 هفته اخیر انفجارات و انتحاری و اینا واقعا در افغانستان و چندین ولایت تمام مردم ما را داغدار ساخته و ما خواستیم حداقل با ابراز همدردی و همبستگی با هموطنان خود، با شهروندان خود امروز روی سرکا براییم و به نحوی به می انفجار و انتحار و کشتن نبگوییم. از سوی دیگر تردد موترهای شیشه سیاه برای باشنده‌های کابل یک نگرانی جدی برای امنیت پایتخت است. دیگه این موترهایی که به پلیت از کلش از اورمنداست دینمی هر کار میشه. چندین دفعه از طرف گارنیزون بر شیشه سیاه و بر این به پلیتا چیز گرفتن، پروگرام گرفتن که باید اینا را توقف بدن، مگم برای غریب زورش میرسه، بر معتبر نمیرسه بیاده. و این گونه تصاویر بسیار خوب میباشه به خاطر از اینکه ما ذهنیت مردم انتقاد بدیم و به ذهنیت مردم بفهمانیم که به موترهای شیشه سیاه و بین نمبر پلیت چقدر منتظره میسازه کشور ما را، مخصوصا افغانستان. و امی حمله های اینطوری و امی دهشت افغانی که امروز صورت میگیره بیشتر از اینها به توسط موترهای بین نمبر پلیت و شیشه سیاه میباشه که اصلا تلاشی نمیده و اصلا فهمیده نمیشه که چی را انتقال میده، کدام مواد را انتقال میده، مواد مفید است یا مواد مضر میباشه. جوانان شامل در این کمپین همچنان دستبندهایی را ساختند و در آن خطاب به کسانی که در حمله های اخیر نزدیکانشان را از دست دادند نوشتند که ما با شما هستیم.